ایران گفته بود که آمریکا به علاوه تمام دوروبریات بیان همتون بیان میخوام ساعت 1:20 بزنم. تمامشون رفتن تو دروازه وایساده بودن، دیوار دفاعی اسرائیل هر چی داشته آورده بود. خب بازم از این گلایی که ایران زد 10 تاشون گل شده. همین یعنی چی؟ یعنی نزاع تکنولوژیک ایران خود ساخته‌ای که با تحریم روبروه در مقابل آمریکا برای فرانسه برای انگلیس برنده شد. اسرائیل که فراموش کنید، اسرائیل از نظر تکنولوژیک نشون داد عددی نیستش، اما آمریکا به علاوه انگلیس برای فرانسه هم از 300 تا 10 تا ازش عبور کرد. چرا این مهمه؟ چون اگر 300 تا میشد 600 تا شما میدونید خشاب‌ها خالی میشد، بعد دیگه 10 تا به 20 تا تبدیل نمیشد، یا 10 تا میشد 50 تا 60 تا. افسانه خطرناک بودن اسرائیل شب گذشته فرو ریخت با بلاهت نتانیاهو. لازم نیستش که تو عباس آقا و تو چه میدونم مریم خانوم که پای ایران نیستن چه نشستی حرف منو باور کنی. اونایی که لازمه تو واشنگتن باور کردن، اونایی که لازمه تو لندن باور کردن، اونایی که لازمه تو پاریس باور کردن، توی چین، مسکو و پکن هم باور کردن. ببینید 1500 کیلومتر، ده‌ها و صدها موشک و پهپاد رو شما کنترل